لیکن با یکدیگر قهری هستند، با یکدیگر صحبت ندارند، در بین یکدیگرشون احترام وجود ندارد. سخن مرد در پیش این زن قدر و قیمت ندارد. زنی هست که با آمدن شوهر از جای خود نمی خیزد. زنی هست که شوهر فقط با قواق، شوهر فقط با سخنهای درست پیشواز میگیرد. اینم در لعنت پروردگار گرفتار است. مادرای عزیز، من میدانم انشاءالله صدای مرا امروز همه شما میشنوید. روز از روزها تو این دنیا را ترک میکنی، عمر دراز نداری. فردا این شوهری تو هم در پیشت میارن. وقتی میپرسن این خواق و این سخنهای درشت و این معامله های بده که تو در دنیا کردی، همه اینها باعث حسرت و پشیمانی تو در آخرت می شود که تو را دیگر فایده نمی کنند. حبیب خدا میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجتها من الحور العین. بین در دنیا یک زن مثل این زنی که شوهر فقیر می شود، نادار می شود، قهر می کند می رود، یا قهرم که نکند با شوهرش معامله خوب نمی کند. وقتی که با شوهر سخنهای درست میگوید، شوهر آزار که میداده است، الا قالت زوجته من الحور العین. زنهایی که در جنت برای مردها خدا آماده کرده است، اونها این منظره را وقتی میبینند که زن بسیار شوهر آزار داده ایستاده است، زن دنیایی، چی میگفته اند؟ قاتلک الله، خدا تو را ای زن دنیایی قتل کند، خدا تو را ای زن دنیایی هلاک کند، خدا تو را ای زن دنیایی تمام حسنات بیکاره کند. خدایا این زن دنیایی را در غضب خودت گرفتار کن. قاتلک الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. همون حورهای جنتی چی میگفتند؟ همون حورهای جنتی میگفتند ای زن دنیایی، افسوس که این صدای من به گوش تو نمیرسه، و ایلا من برای تو اعلان میکنم، خبر میدهم که این مرد که امروز تو او را آزار داده ایستاده ای، این مرد که امروز این بیچاره را تو گویم دیوس کرده ای، این مرد که امروز غیرتش همش تو از دستش گرفته ای، این در نزد تو